مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و شیفتگان و علاقمندان وصال حق و خصوصا عزیزانی که برنامه الگوهای هدایت را میبینن و مشاهده میکنن و این ستارگان درخشان و این پروانگان شمع نبوت و این فارغ التحصیلان مدرسه رسالت را برای خود اسوه و الگو قرار میدن، خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه‌های گذشته، خصوصا برنامه قبل، ارتباط به فضائل صحابه از دیدگاه قرآن آیات را اشاره کردیم. آیات اخیر سوره فتح که الله سبحانه و تعالی اشاره می کند و می فرماید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار الآیه، که در این آیه مبارکه گفتیم که الله سبحانه و تعالی تعریف و توصیف یاران پیامبر خود را در قرآن که اشاره می کند، باز ما را متوجه می سازد که این فارغ التحصیلان مدرسه نبوی صلی الله علیه و سلم وصف اینها نه تنها در قرآن بلکه در تورات و در انجیل هم بیان شده است. آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی ارتباط به فضیلت صحابه دارد، فضیلت شیرمردان عرصه تاریخ دارد، ارتباط به فضیلت انسانهایی که بزرگیشان بعد از انبیاء علیهم السلام هست. محبوب ترین انسانها، محبوب ترین شخصیتها بعد از انبیاء علیهم السلام اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هستند. آیه دیگر در سوره فتح الله سبحانه و تعالی بیان می کند، اظهار رضایت می کند: من که هر لحظه این قرآن را به دست می گیرم تا این که در ذهن تو بیننده عزیز، در فکر تو عزیزی که عاشق صحابه هستی، این قرآن بمانه که وصف صحابه داخل قرآن هست.
من میتوانم از بر آیات را اشاره کنم، ولی هر لحظه و در هر برنامه که قرآن را به دست میگیرم، تا تو عزیز، تا تو کسی که به سراغ الگو هستی، که میخوای برای خود الگوی زیبایی پیدا کنی و به سراغ الگو هستی، باید که الگوهای هدایت و ستارگان درخشان عصر نبوت را از داخل قرآن عظیم و شن بشناسی. وصف صحابه در قرآن هست، تعریف صحابه در قرآن هست. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. نمیدانم عقلها کجا رفته. صحابه‌ای که اینقدر وصف و توصیفشان در این کتاب مقدس و مبارک آمده، عده انسانهای بیعقل بیدانش که نمی شود بگیم اینها عقل دارن، همه این آیات را چشم بسته میگذرن، نعوذ بالله من ذالک، صحابه رد میکنن. از یک امام زمان خیالی که نمیگیم صراحتا، کنایه هم داخل این قرآن نیامده، به سراغ اون رفتن. عجیبه، والله عجیبه. رد کردن صحابه و تایید کردن یک انسانی که هیچ معلوم نیست. اگر خواهر و برادری که فریب آن انسانهایی که او را بغض صحابه در سینه او جا دادن صدای مرا میشنوه، خواهر و برادر، من خواهر و برادر که فریب انسانهایی که مردم را سالها به گمراهی کشاندن به نام دین، من از اونها خواهش میکنم که خواهر و برادر، از این عقلی که خدا برای تو داده ذره به کار بینداز. آیاتی که وصف صحابه داره، صحابه رد میشه. عجیبه. قرآن تعریف صحابه رو میکنه، صحابه رد میشه. از موجود خیالی که هیچ بحثی از او در قرآن کنایتاً که یک طرف، صراحتاً یک طرف، کنایتاً هم اشاره نشده، به دنبالش رفتن، همه چیز او را دانستن، نعوذ بالله من ذالک، همه کاره، یعنی امام زمان. عجیب عجیب. این آیه دیگر خداوند وصف صحابه رو بیان میکنه. لقد رضی الله عن المؤمنین. به تحقیق که الله اظهار رضایت کرده خداوند از مؤمنین. از کدام مؤمنین؟ مؤمنینی که اذ یبایعونک تحت الشجره، بیعت الرضوان. چند صحابه بودن آنجا؟ یکی؟ دوتا؟ دهتا؟ الله اکبر. خداوند از اون صحابه‌ای که تعداد کثیری در زیر درخت که به عنوان بیعت الرضوان آماده، الله سبحانه و تعالی از اونها اظهار رضایت میکنه. نکته مهم اینجاست، فعلم ما فی قلوبهم. خداوند میدانست آنچه در دلهایشان نهفته بود. مگر اگر در دل صحابه بغض می بود، دشمنی می بود نسبت به پیامبر، اگر در دل صحابه چم و فریب و نیرنگ و حیله می بود، الله از دلهایشان واقف نبود. فعلم ما فی قلوبهم. الله می دانست که در دل صحابه چی هست. در دل صحابه چی بود؟ ایمان، اخلاص، صداقت، وفاداری در اسلام و به اسلام. الله سبحانه و تعالی از دلها واقف بود. میدانست که این دلهای صحابه پر از عشق، محبت، صفای، صمیمیت، ایمان، اخلاص، وفاداریه.
الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه از اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام اظهار رضایت میکنه، اشاره میکنه فعلم ما فی قلوبهم. خداوند میفهمید که در دل صحابه چی نهفته است. اگر نعوذ بالله من ذالک، عجیبه آنهایی که میگن صحابه بعد از پیامبر نعوذ بالله من ذالک مرتد شدن و از دین برگشتن، خداوند نعوذ بالله از دلهایشان واقف نبود که اینها بعد از حیات پیامبر از دین بر میگردن؟ در حالتی که خداوند میفرماید فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدانست در دلها اینها چی نهفته است. بعدا ادامه میفرماید فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا، بر اینها سکینه نازل میشه، وعده فتح نزدیکی داده میشه که اثرات بیعت الرضوان که انشاءالله در لابلای این برنامه زیبای الگوهای هدایت بیان خواهد شد. پس الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه از صحابه اظهار رضایت میکنه. دوستا سوال میکنن کسی که صحابه قبول نداشته باشه چی حکمی داره؟ خداوند از فوق آسمان ها میگه من از صحابه راضیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در بخش احادیث میآید که لا تسبوا اصحابی، و میفرمایند الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. درباره صحابه من متوجه باشید که بعد از من کوچکترین حرفی به اونها نگویید. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کسی که با صحابه محبت کنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند با من محمد محبت کرده، من با او محبت میکنم. کسی که با صحابه بغض کنه، با من محمد بغض کرده، من با او بغض میکنم. الله سبحانه و تعالی صحابه دوست داره، تعریف صحابه میکنه، دفاع از صحابه میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف صحابه دارن. از یک طرف دیگه شیطان سر بیرون کرده به کفر صحابه، به ارتداد صحابه، به اینها. حالا قضاوت به دوش تو. خداوند اصحاب تعریف کرده و تایید کرده، پیامبر تعریف کرده و تایید کرده. تو از کجا آمدی؟ خب معلومه دیگه از کجا آمدی. صحابه کی تکفیر میکرد؟ ابن سبی یهودی. خب ابن سبی یهودی که خودش عیالش عقیم که نشده بود، مکتبش تا به امروز نسل ابن سبی یهودی و شاگردان سبی یهودی تکفیر صحابه دارن، دشنام صحابه دارن و بالآخره طعن با صحابه دارن. تا به قیام قیامت هم حق و باطل با هم دیگر مبارزه داره. اما این را بدانن قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل همیشه کنار رفتنی بوده و کنار رفتنی هست. آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی ارتباط به اوصاف صحابه چی زیبا میفرماید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان بیارن، شأن یهود هست، اگر ایمان بیارن مثل ایمان شما بهی، پروردگار عالم، فقد اهتدوا، اینها راه را در میابن، راه را پیدا میکنن. اگر یهود ایمانشان مثل ایمان شما ای صحابه باشه فقد اهتدوا، اینها هدایت میشن. امروزه هم برای فرزندان ابن سبع گفته میشه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان ایشان هم مثل ایمان صحابه بشه اینا هدایت شدن. این رو من نمیگم،
الله از فوق آسمان ها میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اما اگر پشت کردن، اگر طرف صحابه نرفتن، ایمانشان مثل ایمان صحابه نبود، راهشان راه صحابه نبود، روششان روش صحابه نبود، عبادتشان عبادت مثل عبادت صحابه نبود، باورشان مثل باور صحابه نبود، اینها کجا میرن؟ به پرتگاه. قرآن عظیم الشان زیبا میفرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر پشت کردن، اگر گفتن که صحابه نعوذ بالله من ذلک بعد از پیامبر مرتد شدن، اگر رها کردن دنبال صحابه را، روش صحابه را، برنامه صحابه را، منهج صحابه را، الله میفرماید فانما هم فی شقاق، اینها در شقاقن، در بدبختیان، در هلاکتن. سبحان الله سبحان الله. فسیکفیکهم الله، پس کفایت میکنه تو را الله سبحانه و تعالی و هو السمیع العلیم، او ذاتی که سمیع هست، شنوا هست، علیم دانا هست، همه را میداند. اینهایی که الگوهای هدایت را شناختن، فارغ التحصیلان مدرسه رسالت را شناختن و راه صحابه را تعقیب کردن، قرآن میفرماید فقد اهتدوا، به تحقیق اینها هدایت شدن. پس از این آیه مبارکه این را میفهمیم کسانی که به راه صحابه روانن در هدایت روان هستند. قرآن میفرماید و کسانی که راه صحابه را روان نیستند و در راه صحابه نرفتند، راه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را ترک کردن، قرآن میگوید فانما هم فی شقاق، اینها در هلاکتن، اینها در شقاقن، اینها در خلاصه در پرتگاه و در کناره جهنمن. اگر متوجه این اشتباه خود نشوند فرو میرن به جهنمی که چقدر سوزان هست. بناهن این آیه مبارکه ما را متوجه می سازد. خوشا به حال تو کسی که الگوهای هدایت را برای خود الگو می گیری. خوشا به حال تو کسی که ستارگان شمع نبوت را برای خود الگو می گیری. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که راه صحابه را تعقیب کنیم. انشاءالله ادامه برنامه بعد از یک میان برنامه انشاءالله برمیگردیم. موفق و پیروز باشید. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت زین جهان گذرا ما را بر. حکایت عمر ما داستان جریان این آب است که میره و بر نمیگرده. تنها کسانی در زندگی برد کردند که از این فرصت استفاده کردند. به سال حق تلاشی است برای استفاده بهتر از فرصت عمر. خدمت بینندگان الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث ما ارتباط به فضائل صحابه از دیدگاه قرآن. اشاره کردیم آیه مبارکه که هر انسانی که فین آمنوا بمثل ما آمنتم، قرآن میگه اگر ایمان بیاورید، اگر ایمان بیاورن مثل ایمان شما، فقد اهتدوا، اینا هدایت میشن، هدایت شدن.
و در راه هدایت روان هستند. و این تولوا فانما هم فی شقاق. خدا نجات بده. اگر کسی راه صحابه نره در شقاوت و در بدبختی هست. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید وصف صحابه، وصف سربازان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. که این آیه مبارکه وصف اصحاب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را داره. چگونه وصف میکنه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. او کسانی که استجابت کردن، قبول کردن قول خدا و رسول را، در جنگ رفتن، جهاد رفتن، مبارزه رفتن، با اونها رسید زخم، جراحت و خلاصه للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، برای اونهایی که نیکی کردن از ایشان واتقوا اجر عظیم و پرهیزگاری کردن مزد عظیم و بزرگ است. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کسانی آمدن به صحابه گفتن که شما بترسید، دشمن به سراغ شما آمده، شما مجروح هستید، زخم برداشتید. اینجا دست دشمن کار کرد. تبلیغات علیه صحابه و مسلمان ها، وقتی صحابه جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی این نداره شنیدن که برایشان گفته شد قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمع شدن شما بترسید از اینها، بر علاوه که صحابه نترسیدن. قرآن توصیف میکنه غزوه احد را، بر علاوه که صحابه نترسیدن، بر علاوه که در دلشان ترس و هراس پیدا نشد، فزادهم ایمانا، ایمانشان قوی شد، افزوده شد در ایمان اونها. و قالوا چی گفتن؟ حسبنا الله. این شعار صحابه بود، حسبنا الله، بس است ما را الله و نعم الوکیل. الله اکبر. بهترین حامی و پشتیبان الله هست، بهترین نگهبان الله هست. سبحان الله. شعار صحابه باید پیروان صحابه بدانن. وقتی دشمنان تبلیغات میکنن که شما بترسید، از فلان بترسید، از فلان کشور بترسید، از فلان ارتش بترسید، صحابه بر علاوه که نترسیدن فزادهم ایمانا، ایمانشان افزوده شد، قوی شد. و قالوا گفتن حسبنا الله، بس است ما را الله، الله وسع، کافیه، کفایت میکنه. این شعار صحابه بود. الله سبحانه و تعالی چنین شخصیت های در خدمت دین خود قرار داده بود. به راستی که آیه که در جلسه گذشته اشاره کردیم قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، اینها کسانی هستند که الله اینها را برچیده و انتخاب کرده، که چنین ایمانی دارن که بر علاوه که ترس و خوف و حزن برای اونها دست نمیده، میگن و قالوا حسبنا الله، حسبنا الله. هر جا برای تو مسلمان مشکلی پیش میآیه بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. در مقابل دشمن برابر میشی بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. امیدواریم که عزیزان این را شعار خود بسازن. وقتی من و تو مسلمان میگیم ما در مکتب صحابه هستیم، پیرو صحابه هستیم، الگوهای هدایت را برای خود الگوه قرار میدیم، شعار ما نباید ترس باشه، هراس باشه، حزن باشه، اندوه باشه. نخیر، مسلمان باید ثابت قدم، باید استوار، مستقیم، باید شعارش این باشه که حسبنا الله، ما را الله بس است، کافی است. ذاتی که صاحب عرش، صاحب فرش، صاحب زمین و آسمان همه از اوست
وقتی او پشتیبان انسان باشه. و این شعار چی زیبایه که انسان همیشه در زبان خود داشته باشه که حسبنا الله و نعم الوکیل. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی به وصف صحابه می فرماید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر کافی است برای تو الله و من اتبعک من المؤمنین. و کافی است. مفسرین دو توجیه دارن. یک توجیه اینه که و عطف میشه بر این که حسبک الله، ای پیامبر الله برای تو کافی است، و ای مؤمنین کسانی که پیروی از پیامبر میکنید الله برای شما کافی است. بعضی مفسرین میفرمایند که و من اتبعک من المؤمنین، کافی است برای تو در اطراف تو کسانی که از تو پیروی میکنن. این سربازانی که در اطراف تو هستن اینها انتخاب شده اند، اینها برچیده شده اند، اینها انتخاب پروردگار عالم هست. آیات زیاد سروران عزیز و بزرگوار ارتباط به وصف صحابه، ارتباط به جایگاه صحابه. گفتیم نخستین مخاطبان وحی الهی صحابه بودن. وقتی در قرآن می آیه و یعلمهم الکتاب و یزکیهم والحکمت و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم، وقتی این ضمائری که تزکیه می دهد ایشان را، تعلیم می دهد ایشان را، ایشان کیا هستند؟ وقتی قرآن عظیم و شن وصف مؤمنین رو بیان میکنه، صدر این امت و صدر مؤمنین این امت اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است. من فقط شمه و قطره از آیات قرآن که در وصف صحابه بود اشاره کردم. الله هست که از صحابه دفاع میکنه. کجا دفاع میکنه؟ هنگامی که گفته میشه و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، شما ایمان بیاورید. آمن الناس و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفهاء. وقتی اینها را سفها میگن صحابه، الله دفاع میکنه الا انهم هم السفهاء، خود شما سفیه هستید، بی عقل هستید، جاهل هستید که با شاگردان محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شما سفها نگویید. الله هست که اظهار رضایت میکنه از صحابه رضی الله عنهم و رضوا عنه. وقتی بعضی میگن صحابه خطا کردن، اشتباه کردن، ما هم میگیم اما خوشا به حال او شاگردانی که اگر خطا کردن، اشتباه کردن، لغزش کردن، ولی پروردگار از فوق آسمان ها میگه ولقد عفا الله عنهم، الله اونها را عفو کرد، اونها را بخشید. تو کی هستی که نبخشی امروز؟ تو دارای چی منصبی؟ تو که به صحابه ارج و احترام نداری و ایمان و باور نداری، بدان که به نزد الله سبحانه و تعالی هم شاید به اندازه کوچکترین مخلوق پروردگار هم ارزش نداشته باشی. شاید اولئک کالانعام بل هم اضل هم شده باشی. بناءً الله که از صحابه دفاع میکنه، الله که از صحابه اظهار رضایت میکنه، الله که به صراحت میگه من از تمام خطاهای صحابه ولقد عفا الله عنهم، الله اونها را عفو کرده، الله اونها را بخشیده. خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که صحابه را از دیدگاه قرآن بشناسیم. این شمه و قطره بود که ارتباط به اوصاف صحابه و جایگاه صحابه از دیدگاه قرآن، کتابی که من و تو ایمان داریم. هر کس که بگه لا اله الا الله محمد رسول الله و به این کتاب ایمان داشته باشه، باید که یقین کامل به جایگاه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و به عظمت اینها قائل باشه. انشاءالله به برنامه آینده وصف صحابه و اوصاف صحابه از دیدگاه احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم بیان خواهد شد. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال،
رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي